سلام رفقا، خوش اومدید به چنل خودتون. تو این قسمت قرار آموزش درست کردن یه آب بانک رو توی ماینکرافت براتون یاد بدیم. پهنای سازه هم انقدره و نیازی نیست که مثلا زیاد جا پر کنید در این سازه. اینم طولشه. الان از همینجا ببینید چقدر آسونه. خب حالا بریم. البته دیگه واضحه دیگه، ولی حالا آموزشم میذارم براتون. اول اگه شما توی مپ فلت نباشید باید چهار بلاک بکنید بیاید پایین. حالا من آوردم تو مپ فلت که راحت تر باشه، آسون تر باشه، بیشتر معلوم بشه. بعدش از این هاپرا میذارید 2 رو هم. صندوق هم کنارش میذارید که این الماس هرچی هستش بره تو همین صندوقه. حالا شد. خب حالا یه ابزرور میذارید. چهار تا شد. خب حالا اینو میارید این طرف، یه دونه هم دیسپنسر میذارید. همین کل سازه همینقدر. خب برای این کار تزیینش میکنیم و میشه آب بانک میشه. این شد آب بانک. الان هرچی اینجا پرت کنیم از این طرف به اون میره. اول باید اینجا رو پر کنیم. اینجا مثلا چی میخوایم بهمون بره. مثلا میتونیم جای این بلاکه میتونیم دایموند بذاریم یا میتونیم امرالد بذاریم. مثلا دایموند میذاریم، اگه امرالد پرت کنیم دایموند بهمون میده. حالا یه امتحانش بکنیم ببینیم. الان 64 تا امرالد دارم، باید 64 تا دایموند بهم بده. داره همینطور دایموند باریز میشه به حساب. ببینم چقدر شد. 64 تا دایموند. 64 تا دایموند شد. دقیق اندازه. بعد اون امرالدایی هم که دادیم این بخوره اومده تو این صندوقه. میتونیم از اینجا حالا ورش داریم. حالا دیگه هر کی حالا تو بستگی به بازی داره دیگه. اگه تو مولتی پلیره میتونی یه قفل بذاری اینجا، بعد مدیرش بیارین چیزا رو بردار، این امرالدا رو بردار. ولی اگه تو مولتی پلیر نیست که دیگه همه میتونن بردارن دیگه. این دورش هم میتونید تزیین کنید قشنگ مثل بانک کنید، مثل اینجا که من تزیین کردم. میتونید مثلا این دورش هم اینطوری بذارید و اینجاها رو بپوشونید که اصلا هیچ فرقی با یه بانک نکنه. اینطوری. اینجا پول رو میریزید، اینجا هم بهتون تحویل میده.
خب دوستان، اینم از آخر ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگه که خوشتون اومد اون لایک رو بزنید، واقعا از من یه حمایت بزرگی میکنید. اگه هم که خوشتون اومد ولی دوست نداشتید لایک کنید، بازم فرای سرتون از نداره، ولی اگه لطف کنید اون لایک رو بزنید خیلی خوب میشه. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.